guys, welcome to my YouTube channel. توی این قسمت میخوایم یاد بگیریم که وقتی رفتیم توی یه مغازه لباس فروشی، توی فروشگاه لباس فروشی، چه اصطلاحاتی رو به کار ببریم، چه اصطلاحات کاربردی مهمی به کار ببریم. اولی اصطلاح هست just browsing، به معنای shopping without necessarily buying anything, only looking. یعنی شما وقتی میری توی فروشگاه لباس، بعد یکی از کارمندای اونجا، فروشنده، به شما میگه خوش آمدین، چیزی مد نظرتون هست؟ چی براتون بیارم؟ شما میگین که نه، فقط فعلا دارم میچرخم، قصد خریدی ندارم، دارم نگاه میکنم. یعنی خرید بدون اینکه لزوما چیزی بخرید، دارین فقط نگاه میکنید. برای مثال میگه May I help you find something؟ میتونم کمکتون کنم چیزی پیدا کنید؟ میگه No thanks, I'm just browsing. نه ممنون، فقط دارم میگردم، فعلا دارم نگاه میکنم، قصد خریدی ندارم. اصطلاح دوم come in، to be available in, to be sold in a certain color, style, size or material. come in یعنی موجود هست، مثلا این لباس موجود هست، یعنی موجود بودن در رنگ، سبک، اندازه یا جنس خاصی. برای مثال میگه Does this jacket come in leather؟ میگه آیا این کاپشن جنس چرمشم موجود داری؟ یا چرمشم دارین؟ یعنی موجود داشتن. مثلا شما میگین که مثلا یه لباس خوشتون میاد، فروشنده میپرسین این لباس رو موجود دارین؟ مثلا یه رنگ دیگه شو، یه جنسی که مد نظرتونه. اصطلاح سوم میشه sold out، یعنی completely sold، یعنی کاملا فروخته شده. برای مثال Gray went to the Apple store to buy the new iPad, but it was sold out. گری برای خرید آیپد جدید به فروشگاه اپل رفت، اما موجودی اون آیپد تموم شده بود، یعنی کاملا تموم شده بود دیگه، ازش هیچ نسخه دیگه ای ندارن. اصطلاح بعدیمون هست in stock، available for sale، یعنی این استاک یعنی تو انبار، یعنی تو انبار موجود هست، برای فروش موجوده. برای مثال میگه if you are interested in that toaster you should buy it now, we've only got a few left in stock. میگه اگه به اون توستر علاقه‌مند هستین باید همین الان رو بخرید، فقط چند تا ازش تو انبار موجوده، یعنی موجودی که تو انبار هست ازش کمه، اگه میخوای بخری مثلا این چند تا دونه ازش مونده. پس این استاک یعنی موجود بودن تو انبار. مثلا یه چیزی شما میخواین بخرید، میگه تو انبار موجوده، یعنی مثلا میرم الان براتون میارم. این اصطلاحشه. اصطلاح بعدی هست on sale at a reduced price، یعنی تخفیف خورده، قیمتش کاهش یافته یا تو حراجی قیمتش کم شد. برای مثال چی میگه؟ میگیم I like this leather jacket but $299 is expensive. I wait until it goes on sale. یعنی من این جاکت چرمی رو دوست دارم اما $299 خیلی گرونه، صبر میکنم تا حراج بشه، تا تو حراجی بره، مثلا چند تا دونه ازش بمونه یا تک بیفته که قیمتش پایین تر بشه. این اصطلاح خیلی شبیه اصطلاح قبلی هست marked down، lowered in price on sale، یعنی با قیمت کاهش یافته، کاهش پیدا کردن قیمت، حراج خورده. حالا چجوری استفاده میشه؟ مثالش میشه This shirt was marked down from $49.95 to $24.95. میگه این تیشرت، این پیراهن قیمتش از $49 به $24 تغییر کرده، کاهش یافته. یعنی قیمت اصلی این تیشرت $49 بوده، حالا رفته تو حراج، تگ افتاده یا هر چیزی، قیمتش کم شده $24. اصطلاح بعدی not to be crazy about، to not like very much, to not be enthusiastic about، یعنی خیلی دوستش ندارم، خیلی واقعا مثلا اللحاظ مثلا اینکه زیبا باشه یا چیزی مثلا دوستش ندارم دیگه، یه چیزی رو خیلی دوست ندارم، مشتاقش نیستم که مثلا اینو بخرم. برای مثالش گفته I'm not crazy about your plan to spend all the day at the mall. میگه من از نقشت برای گذراندن تمام روز تو مرکز خرید خوشم نمیاد.
مشتاقش نیستم، زیاد مخالفشم. مثلا try something on، to put something on to see if it fits. یعنی چیزی رو امتحان کردن، چیزی رو بپوشی برای اینکه ببینی اندازت هست یا نه. برای مثال گفته you'd better try on your wedding dress again before the wedding to make sure it still fits. یعنی بهتره قبل از عروسی دوباره لباس عروس خود رو امتحان کنید تا مطمئن بشین که هنوز اندازه شماست. try something on یعنی چیزی رو امتحان کردن، تست کردن. اصطلاح بعدی میشه pricey یعنی expensive، قیمت بالا، گران. خب این چی میگه؟ میگه Lucia's Trattoria is a great restaurant but it's pricey. Dinner for two costs about $150. میگه رستوران لوسیا تراتوریا رستوران خیلی خوبیه اما قیمتش بالاه و شام برای 2 نفر حدود $150 میشه. pricey یعنی گران، expensive. اصطلاح بعدی run small یا to run big. To fit small, to fit large. A cut or a style of clothing that is smaller or bigger than expected. یعنی یه تیکه یا یه مدلی از لباس که کوچکتر یا بزرگتر از حد انتظار. یعنی این لباس قوارش کوچیکه، میگین که run small. یا قوارش بزرگه، run big. یعنی اندازه من نیست، خیلی بزرگتر از اون چیزی که مثلا من اندازمه. برای مثال میگه these shoes run small, so if you are usually a size 7, try on 8. میگه این کفش کوچیکه، بنابراین اگه معمولا سایز 7 میپوشین سایز 8 رو این دفعه امتحان کنین. Take my word for it. Trust me, believe me. یعنی حرف منو باور کن، به من اعتماد کن، باورم کن. حرف من مثلا دیگه حرف درستی دارم میزنم، حرفم باور کن، به من اعتماد کن. برای مثال میگه take my word for it, you won't find this camera cheaper at any other store. میگه حرف منو باور کن، حرف منو گوش کن، این دوربین رو تو هیچ فروشگاه دیگه ارزون تر از این پیدا نخواهید کرد. اصطلاح بعدی هست hold off. To wait to do something, to delay. یعنی دست نگه داشتن، صبر کردن، منتظر انجام یک کاری بودن، به تأخیر انداختن. میگه که we'd like to buy a new car but we are going to hold off until the new models are released. میگه ما دوست داریم یه ماشین جدید بخریم اما تا زمانی که مدل‌های جدید عرضه نشه صبر میکنیم که مدل جدیدش بیاد، دست نگه میداریم که اون مدل جدیدتره رو، اون بهتره رو خریداری کنیم. Goodbye یعنی a good price, a bargain یعنی قیمت خوب، یه معامله خوب، یه خرید خوب و به صرفه. یعنی شما یه چیزی رو میخری، مثلا میری میگی که وای من چقدر خوب شد اینو خریدم، این چقدر بهتره، چقدر خرید سودمندی انجام دادم، چقدر به صرفه بود اینو که گرفتم. برای مثال you bought that Tommy Hilfiger shirt for just $50. That's a good buy. میگه اون پیراهن تامی هیلفیگر رو فقط $15 خریدی، خرید خیلی خوبیه. برای دیدن فیلم‌های بیشتر، اصطلاحات بیشتر، پیجمو سابسکرایب کنید، این ویدیو هم لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید، چیز جدیدی گذاشتم جا نمونین.